جمهوری اسلامی امیدوار است با شستشوی مغزی و تبلیغات دروغین خاطره ایران واقعی، یعنی همان ایران قبل از انقلاب را از اذهان عمومی پاک کند. وقتی اینو دیدم اولین سوالی که واسم ایجاد شد این بود: چرا نظامی یک کشوری که جزو برنامه‌های مکتوبشه که تو این منطقه نباید هیچ قدرت دیگه‌ای وجود داشته باشه تا بتونه اسرائیل راحت گسترش پیدا بکنه، بیاد به مردم ایران میگه مردم ایران یادتون بیاد یه زمان چقدر قوی بودید، برگردید به همون دوران قدرت قدیمتون. و سوال دوم این بود: حالا واقعا از نظر آمار و ارقام ایران اون زمان چه جایگاهی بین کشورهای همون زمان داشته؟ اولین آماری که بهش برخوردم و دردناک بود سوء تغذیه بچه‌های زیر 5 سال بود. در سال 1980 یعنی انتهای حکومت پهلوی و شروع انقلاب ایران با 43% سوء تغذیه بچه‌های زیر 5 سال یکی از بدترین آمارهای جهان رو داشت. از نظر سوء تغذیه متوسط با 31% ایران از تمام کشورهای خاورمیانه یعنی عراق و سوریه و عربستان و اینا بدتر بود و از نظر سوء تغذیه شدید با 11% تقریبا از تمام کشورهای جهان بجز نیجر و پاکستان آمار بدتری داشت. یعنی حتی تانزانیا و گواتمالا از ما آمار بهتری داشتن. بعد رسیدم به بیسوادی و دیدم باز هم تو بیسوادی هم با 72% بیسوادی بزرگسالان تقریبا تو کل خاورمیانه بجز عربستان سعودی بدترین وضعیت رو ما داریم. رسیدم به آمار دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم، یعنی چند درصد از مردم وقتی میخوان آب بخورن یا آب آشامیدنی سالم در دسترسشون هست و دیدم باز هم ایران با 1% خیلی بدی نسبت به کشورهای منطقه بدترین وضعیت رو داره. ایران 51% مردمش به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشتن و کشوری مثل عربستان 64%، ترکیه 68% و عراق 66%، حتی الجزایر و لیبی هم درصدهای خیلی بالاتری داشتن. یاد قطعیه برق افتادم، گفتم برم سراغ آمارهای برقی، به آمار تولید سرانه برق رسیدم. یعنی به ازای هر نفر جمعیت از یک کشور چه مقدار برق داره واسه اون کشور تولید میشه. ایران با کمتر از 1000 کیلووات ساعت باز هم یکی از بدترین آمارهای منطقه رو داشته. داریم در مورد منطقه خاورمیانه صحبت می‌کنیم. یعنی حتی از آذربایجان و عراق هم بدتر بوده که تو این 40 سال حداقل از این دو کشور افتاده جلوتر و به کشورهای دیگه داره نزدیک‌تر میشه. آمار بعدی میانگین طول عمر بود که شاخصی از سلامت و بهداشت و تغذیه یک کشوره و باز هم ایران با 56 سال تقریبا توی خاورمیانه بدترین و چندین سال هم از میانگین جهانی پایین‌تر بود. جالب بدونید که الان چندین سال از میانگین جهانی بالاتره. و باز هم یه آمار دردناک دیگه: میزان کالری مصرفی مردم. توی زمانی که عراق 2261 کالری میانگین کالری مصرفی مردمش، مصر 2356، سوریه 2319 بوده و کشورهای آفریقایی 2100 2000 بودن، ایران 2051 کالری مصرف داشته. کشورهای اروپایی حدود 3000 تا، ترکیه 3053 و امارات 3229. این اماراتی که 1.5 برابر ما مصرف کالری داشته، همون اماراتیه که تو این پیج اینستاگرامی میگن قبل انقلاب ایران اینا داشتن مارمولک و ملخ می‌خوردن. این همون اماراته. جان فوران، تاریخدان آمریکایی، توی صفحه 492 کتابش می‌نویسه ایران تو سال 1356 بدترین میزان مرگ و میر اطفال و نوزادان رو در خاورمیانه داشته. یعنی جایی که کشورهای مثل یمن و عراق و سوریه و عربستان کشور هستن و کمترین میزان نسبت تخت بیمارستان به جمعیت